جان دادا فدایم دل جان دادا فدایم دل جان دادا فدایم همین باید زور گرینی بده لیکن من باید خوشور نمیدم دیگه همه طرف تید رحمت زندگی خوب فرزندک و اهل باید همه اینجا همین هر گاهی میبینم تو همین خیلی دلم دیگه روشنی میدروید این خیلی روشنی میدروید میگوید که روی دلم در کسی فنری گیرم بیسن همین ده حقیقت بیوجده خبیشیدم چی گفتی؟ این صورت تماشا بکنیم این صورت تماشا بکنیم زاغور درختور سوید ببین کل فلا کاری دیدی چی گفتی؟ اینه داره نگاه و دمون 25 چرام بیسن اینه دیگه 25 دارم اینجا 25 چرام بیسن اینجا راحی ماشینشون اینجا نفسه خیلی تماشا بکنی باشه تماشا کده و طرف باشه تماشا کده این کار جان ما چوی کدام لرزیدیست نا؟ لرزیدیست ای؟ ایسی نگاه کن تو بفکرم که خمه خوریستی فهمیدی؟ الان خیلی خوش به یه دقیقه که تو کنکرت نخمه خوریستی فهمیدی؟ الان خیلی بیا الان لرزیستی الان خیلی خوش به من یک برگ جمع کنم علو کنم که تو بفکرم تو لرزه میشه بس چی میکنی برگا جمع میکنی علو میکنی من گیری نه؟ گیر جمع کتا الان که علو میکنی جمع پرمتی میبری برای خدا بگیری بیای بخیر نفاز شما سلام علیکم دوستان عزیز و مهاجران دور از وطن. برادران چه خیلی گفتیم در اینستاگرام اینترنت مگزین خود رو به عنوان فست شاپ روک شدیم که همه بارهای زنانه مردانه را از شهر استانبول به تمام شهرهای تاجیکستان و روسیه روان میکنیم. ولی باور کردن شما اینا باسکلات اومدین یک چند لباس رو با شما نشون میدیم. همه این سر لباسی هستن که در اینستاگرام وارد کردیم و همه نبینیم. تمام نمودی لباس ها و پویابزول های زنانه مردانه که در اینستاگرام شما میبینید در همینجا همش هست. کدام رزمری خوی کدام رقمی خوی در همش در اینجا هست. همون پدرو نبودی نشونتون میدیم. اما برای زکات کردگی که هر روز زکات میگیم امروز چند بار زکات شده از تاجیکستان از روسیه. اما که پاکت کرده با شما روان میکنیم برادر عزیز. این ماسکا بوده. همه این برای که هست زکات و تاجیکستان و روسیه. این تاجیکستان کلابی تاجیکستان به اگه خاطری برادرها شما میتونید بارها رو زکات کنید بارها با صفت عالیه انشالله که اون کمبی نمیشود من ببینید صفت عالی دارد هر یک پویابزول و سر لباسایی که ما با شما پیشکش می‌نماییم صفاتشون به نهایت صفاتای خوب هستن برادران به اگه مشکلی به اگه خاطری شما میتونید برادر عزیز که در مورد زکات کنید سیلکا باز میگن که سیلکا اینستاگرام در تای ویدیو کامنتر ذکر کردیم و میتونید که در اینستاگرام در مورد فست شاپ مینوس پویان رو نویسید و با اینستاگرام مو وارد شید و نکته که رقم‌های واتساپ کسانی که نمیدونن چه با اینستاگرام دارن رقم‌های واتساپ ما در اینجا میمونن در رقم‌های واتساپ شما میتونید نویسید و هر یک سال لباسی که شما میخواین در مورد زکات کنید و تو در خونه‌تون رو بوده میرسونن در صفحه با میگم که از شهر استانبول و تمام شهرهای روسیه تاجیکستان و تمام جا میتونید روان کنید خیلی دوستان عزیز در پناه الله باشین با کارهایتون موفقیت خونه سیلک اینستاگرام در تگ ویدیو خداوند یارو مددگارتون بود